خوش آمدید و اصلا میگفتید که تاثیرات شما از این همایش چی است و چی نکته جالب بود در این نشست؟ البته شرکت در نشست‌هایی که در آن نقطه‌های نظر مختلف بیان می‌شود و گروه‌های گوناگون اشتراک می‌کنند خیلی جالب است. متاسفانه من نتوانستم با هیئت حکومت تاجیکستان ملاقات کنم. از روی شنود من آنها تنها در شروع جلسه شرکت کرده صبح بر وقت روز دوشنبه همایش را ترک کردند. همایش با شرکت نمایندگان حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی و گروه 24 جریان گرفت. شماره آنها کم نبود، حدوداً 20 نفر را تشکیل داد. من با همه آنها درباره مشکلاتشان و راه حل آنها صحبت داشتم. تا جای به نظر می رسد سازمان امنیتی همکاری اروپا تلاش میکند تا یک اندازه یک مکالمه را میان گروه های مخالفان تاجیکستان با حکومت تاجیکستان تشکیل کند. البته در گذشته چنین برداشت میشد، اما حالا که این مکالمه ناممکن شده است، به فکر شما هدف از آوردن گروه مخالفان به این نشست از سوی سازمان امنیتی همکاری اروپا در چی بود؟ البته اینجا چند سبب وجود دارد. همیشه خوب است که نظر و موقع آنها شنیده شود، زیرا در این صورت حل کردن مشکلات جای داشته دشوار است. خوب شد که آنها در آنجا اشتراک نمودند و حرف خود را گفتند. باعث تأسف است که جانب تاجیکستان حاضر نشد تا به سخنان آنها گوش بدهد، زیرا از همه مهم این مکالمه است و ما می توانیم نه از یک منبع بلکه از جانب‌های دیگر هم درباره وضع فعلی تاجیکستان بشنویم، چون که حادثه ها تغییر می‌یابد. سال گذشته وضعیت هم در تاجیکستان و هم کشورهای دیگر فرق می‌کرد. در این بین خیلی مفید است که موقع طرف‌های گوناگون شنیده شود. همه ما می‌دانیم که مقامات تاجیکستان هشدار دادند که اگر مخالفان حکومت به همایش راه یابند، دفتر سازمان امنیت و همکاری اروپا در کشور بسته می شود. امیدواریم این گفته ها حقیقت ندارند، زیرا در راستای شروع همایش خیلی ناخوشایند بود شنیدن آن حرفها که نباید نمایندگان مخالفان به آن دعوت شوند. این به مسئولیت کشور تاجیکستان داخل نمی شود. به هر صورت جلسه برگزار شد و نمی توان بها داد که یک جانب حق میگوید و جانب دیگر نه. از این خاطر ما تنها به نظرها گوش دادیم و خیلی خوب میفهمیم که این تنها موقع یک طرف است. و سوال آخرین، به هر صورت از نگاه شما آیا تا کجا حکومت تاجیکستان دعوت ها برای مکالمه با گروه های مخالفین کشور را میپذیرد؟ تا این دم حکومت تاجیکستان با مکالمه و صلح در سال 1997 راضی شده بود و ما میدانیم که امکانیت مکالمه وجود دارد. باعث تأسف است که نمایندگان حکومت تاجیکستان جلسه در ورشو را صرف نظر کردند. وقتی طرفها با هم صحبت نمی کنند، حل مشکلات ناممکن است، در حالی که آنها به هنگام صلح در بر یکدیگر بودند. من مشکلات را برای گفتگو با مخالفان نمی بینم. تشکر زیاد برای صحبت پرمحتوا و برای اینکه راضی شدید با ما صحبت را انجام بدید. یادآور میشم که به سوالهای ما پاسخ میدادند همکاری ما بروس پنیر که به تازگی از نشست سازمان امنیتی همکاری اروپا از ورشو برگشتم. Спасибо огромное за беседу и удачного дня вам. Ташаккур.